واندرورلد اکس از کانال واندرورلد. سلام، من رضا هستم و اینجا کانال واندرورلد ایکس. ما قراره با هم مکان‌های عجیب و پر رمز و راز رو از نزدیک ببینیم. اگه به این سبک از ویدیوها علاقه دارین میتونین همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنین و اگه اون زنگوله رو هم فعال کنین، هر موقع از سمت ما ویدیوی منتشر میشه براتون نوتیفیکیشنش ارسال میشه و میتونین بیان ویدیو رو ببینید. قسمت سوم راز آبگرم معدنی کیوی و سد عجیبی که هیچ کس خبر نداشت. خیلی خوش اومدید. امروز میخوام ببرمتون سمت آبهایی که فقط واسه رفع تشنگی نیستن، آبهایی که میتونن خستگی رو از تنت بیرون کنن، مفصلات رو روغنکاری کنن و خلاصه بدنتون رو ریست کنن بدون اینکه ویندوز آپدیت بشه. آب درمانی یا هیدروتراپی از قدیم مد بوده. ژاپنی‌ها یه شهری دارن به اسم بیپو. اونجا تا چشمت کار میکنه بخار میزنه بالا. آدما مثل قورباغه میرن میشینن داخل اون چشمه ها، میگن بعدش سبک میشن، انگار از نو به دنیا اومدن، فقط شناسنامه‌شون عوض نمیشه. یا این پاموشکاله ترکیه رو شنیدین؟ میگن آبش گرمه، وقتی بری اونجا و بدنت جیر میکنه تا 3 روز مثل روغن موتور میتونی کار کنی. تازه آلمان هم یه جای باکراسی داره به اسم بادن. اونجا نه چای میدن نه دیزی، فقط میگن بیا تو استخر آب معدنی دردتو بذار اینجا و برو. حالا فکر نکنیم ما ایرانی‌ها کم داریم. ما از سرین استان اردبیل بگیریم تا مشهد شهر واسه خودشون یه خاصیتی دارن که تو آینده میریم و از نزدیک میبینیمشون. ولی امروز میخوام ببرمتون به جایی که کمتر کسی سراغشو گرفته. آبگرم معدنی کیوی ایستیسو. با ما باشین که داریم میریم به سمت آبگرم معدنی کوثر. اگه تا اینجا ویدیو همراه ما هستیم ویدیو رو لایک کنیم، با هم بریم ادامه ماجرا رو ببینیم. خیلی خب، سلام دوباره خدمت مخاطبان عزیز کانال واندرورلد اکس. اومدیم سراغ یه جاذبه گردشگری دیگه، یه مکان بسیار دوست داشتنی دیگه. این بار شما رو آوردیم به آبگرم که البته به آبگرم کیوی هم معروفه اینجا و یکی از اون مکان‌هایی که میشه گفت قدمت چندین و چند ساله داره. قبل اینکه به جاهای دیگه این مکان سر بزنیم، اول باید بریم قسمت داخلی که قسمت اصلی آبگرم محسوب میشه. اول باید یه بلیت بگیریم، بعد اجازه ورود بهمون بدن. پس بیاد با هم بریم. بفرمایید.
اینجا یکی از معروف‌ترین آبگرمای استان اردبیله که به خاطر مواد معدنی و طبیعی که آبش داره میگن برای درد مفاصل و بیماری‌های پوستی فوق‌العاده است. دمای آب این حوضچه همیشه داغه و توی دمای ثابتی هستش و حتی موقعی که تو زمستونا برف تا زانو میباره. وقتی وارد حموم میشید همیشه با یه لایه خیلی قطور از بخار آب روبرو میشید که تمام محیط حموم رو پوشونده. جالبه بدونین که سرچشمه این آب گرم یه کوه آتشفشانی غیر فعاله که بدون استفاده از هیچ گونه دستگاه پمپاژ آب یا آب گرم کنی همینجوری داغ وارد حوضچه‌های آب گرم میشه. خواص درمانیش چیه؟ برای روماتیسم، درد مفاصل، مشکلات پوستی، اعصاب، متابولیک و گوارشی عالیه. چرا انقدر معروفه؟ چون از دل گسل‌های آهکی و آذرین میاد بیرون، با طبیعت کوهستانی و چشمانداز آرامش بخش کلی مسافر داره. دمای آبش چقدره؟ حدود 50 تا 58 درجه سانتیگراد. امکاناتش چیه؟ 2 استخر مجزا برای خانوم‌ها و آقایون، 22 دوش، امکانات رفاهی و حرفه مواد غذایی و اقامت بومی داره. و اگه یه روز اومدین اینجا و خواستین بمونین، میتونین از هتلی که اینجا وجود داره اتاق رزرو کنین. لوکیشن دقیق اینجا کجاست؟ حدود 5 کیلومتری شهر گیوی نزدیک جاده اردبیل خلخال تو ارتفاع کوه قرار گرفته. اگه یکم دقت کنیم یه سد خیلی زیبا پایین آبگرم میبینیم که منظره خیلی زیبایی داره. پس میریم پیش ممرزا تا باهاش همراه میشیم. آبی که پشت این سد جمع شده به قدری زلال و پاکه که تو روزای صاف درست مثل یه آینه تصویر آسمون و کوههای اطراف رو میشه توش دید. جالب اینجاست که خیلی از شما هنوز نمیدونید که اینجا چه مکان فوق‌العاده‌ای برای پیکنیک و آشپزی کنار طبیعت. سد برای ذخیره آب و آبیاری زمین‌های کشاورزی ساختن، ولی منطقه‌ای که پشت این سد به وجود اومده واسه خودش یه لوکیشن خفن شده واسه گردش. هدف از ساخته شدن این سد چی بود؟ روی رودخانه گیویچای ساخته شده. هدفش آب شرب، صنعت، محیط زیست و کشاورزیه. برای حدود 4000 هکتار زمین کشاورزی آب میرسونه. شروع ساخته این سد چه زمانی بود؟ عملیاتش از مهر 1383 شروع شد و تا اردیبهشت 1396 ادامه داشت. سد کیوی چه مزیت و تأثیری داره؟ کنترل سیلاب، افزایش اشتغال، جلوگیری از مهاجرت کشاورزان، ایجاد رونق اقتصادی و گردشگری همگی از دستاوردهاشه. سد خاکی سنگریزه‌ای بزرگیه که از 2004 ساختنش شروع شده. 2017 تقریباً تموم شده. میخواد آب شرب، کشاورزی و صنعت رو تامین کنه. حجم ذخیرش واقعاً بالاست و کلی تأثیر اقتصادی و اجتماعی داره. شبکه آبیاریش هم در حال راه انداخته. مشخصات فنی این سد چیه؟ خاکی، سنگریزه‌ای با هسته رسی. ارتفاع از پی حدود 102 متر. مخزن حجم کل حدود 76 میلیون متر مکعب. حجم مفید هم حدود 53 میلیون متر مکعب هستش. تو سد کیوی تونل فوق‌العاده بزرگ هست که تا پایین 800 تا پله داره و حتی یه آسانسور هم داره. ما پا گذاشتیم پایین تقریباً چند متری زیر سطح آب و حسش واقعاً هیجان انگیز بود.
دیواره های تونل از همه جا آبهای کم فشار میزد بیرون و انگار وارد دنیای زیرزمینی شده بودیم. یه تجربه‌ای که واقعاً آدمو شوکه میکنه و نمیشه راحت فراموشش کرد. ازتون میخوام اگه جای عجیب و با قدمتی رو میشناسین، ازتون میخوام که داخل کامنت ها برامون بنویسین تا ما بیایم اونجا واسهتون تولید محتوا کنیم. خب به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. اگه ویدیوی قدیمی ترین حمام سنگی جهان و ماجرای عجیب دریکلیت داشت و زنجیر و پیر رو ندیدین، حتما بریم ببینین و لذت ببرین. تا یه قسمت جدید دیگه و یه ماجرای عجیب دیگه، همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.